الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. دوستان گرامی و هموطنان عزیز و مسلمانان نهایت محترم و معزز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. موضوع بحث امروزی من درباره شناخت منهج تکفیری خوارج گذشته است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید خوارج قبل از همه مسلمانان را کافر خواندند. مسلمانان را نسبت به ارتکاب گناه کبیره از ایمان بیرون قلمداد نموده و در کنار این آن عده مردمی را که با عقاید و نظریات آنها مخالف بودند نیز کافر گفتند. ربودن و مصادره اموال و دارایی آنها را حلال اعلان کردند. این موضوع در مجموعه الفتاوا در صفحه 2793 نوشته شده است. ابن تیمیه رحمه الله در جای دیگری چنین فرمودند: قبل از همه این خوارج بودند که مسلمانان را نسبت به ارتکاب گناه کبیره کافر خواندند و برچسب کفر و بی ایمانی را بر مسلمانان وارد کردند و آنان را از دایره اسلام بیرون خواندند. حتی نسبت به ارتکاب گناهان مسلمانان را کافر خواندند که در حقیقت اصلا گناه محسوب نمی شد و سپس به شهید کردن مسلمانان پرداختند. مجموعه الفتاوا 4817. خوارج مسلمانان را نسبت به ارتکاب گناه کبیره از دایره اسلام بیرون می دانند. بر مال و جان مسلمانان حمله می برند. حتی دارالاسلام را دارالحرب فکر کرده و آنجا را کاملا تحت سلطه و حاکمیت خود دانسته و تنها همان مناطقی که داخل قلمرو حکومت خودشان باشد را دارالایمان می خوانند. مختصری از تاریخچه خوارج. در میان فرقه های مبتدی و گمراه امت اسلامی، خوارج اولین فرقه است که ظهور کرد. فکر خارجی در زمان رسول گرامی صلی الله علیه و سلم به میان آمد. ذوالخویصرة تمیمی یا حرقوس بن زهیر سعدی بنابر اختلاف روایات اولین خارجی بود که علیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گستاخی نمود و به ایشان صدا زد و گفت: اعدل یا محمد، ای محمد عدالت را پیشه کن. تفصیل ماجرا را در جریان چند سطر بیان خواهیم نمود. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرده است حضرت علی رضی الله عنه از یمن قطعه های کاملا جدید طلا را به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرستاده بود. آن حضرت آنها را میان اقرا بن یابیس، اوینه بن بدر الفزاری و غیره تقسیم کرد. قریش و انصار از این کار خیلی خشمگین شدند و گفتند رسول الله صلی الله علیه و سلم مال را میان بزرگان نجد تقسیم میکنند و ما را کنار میگذارد. آن حضرت به آنها گفت: من به خاطر به این مردم مال را توزیع می کنم که با اسلام علاقه پیدا کنند. شخصی که چشمه های برآمده، پیشانی درشت، ریش پرپشم و بزرگ ابروهای بلند و سر ژولیده داشت آمد و گفت: ای محمد از خدا بترس. آن حضرت صلی الله علیه و سلم با آن شخص گفت: دیگر چه کسی از خدا اطاعت خواهد کرد و چه کسی از خدا ترسید اگر من نافرمانی کنم؟ خداوند مرا در روی زمین امین برگزیده است ولی شما مرا امین نمیدانید. راوی میگوید مردی از میان صحابه کرام به گمان غالب خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه باشد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اجازه خواست تا او را از بین ببرد. ولی وقتی آن شخص از مجلس بیرون رفت
آن حضرت در موردش فرمود از نسل این شخص مردمی پیدا خواهد شد که قرآن می‌خوانند اما طور از اسلام بیرون میشوند، همانند که تیر از حیوان شکاری بیرون میشود. مسلمانان را به قتل میرسانند و مسلمانان را کافر میخوانند و بت پرستان را میگذارند ولی مسلمان ها را به قتل میرسانند. اگر این مردم را در حیاتم درک کردم، مثل قوم عاد آنها را خواهم کشت و از بیخ و بنیاد ختمشان خواهم کرد. امام بخاری رحمه الله با سند خودش نقل می کند که یسیر ابن عمرو فرمود من به سهیل ابن حنیف گفتم آیا از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در مورد خوارج چیزی شنیده ای؟ گفت من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم. با دستان مبارکش به طرف عراق اشاره کرد و فرمود از این جانب قوم ظهور خواهد کرد که قرآن میخوانند ولی از حلقومشان پایین نمی رود و طور از اسلام بیرون می شوند، همانند که تیر از کمان یا از حیوان شکاری بیرون می شود. صحیح البخاری حدیث 6934. فوایدی که از این حدیث به دست می آید، اشاره رسول خدا صلی الله علیه و سلم به طرف عراق دال بر این است که عراق مرکز ظهوری این فرقه می باشد. این سرزمین همیشه آشیانه برای فتنه انگیزی اهل بدعت و فتنگران بوده و می باشد. سرزمین عراق در تاریخ اسلام شاهد ظهور فتنه های زیاد بوده است که به این علت امت اسلامی سخت از آن رنج می بردن و رنجیده می شوند. خطرناکترین از همه این است که دجال از این سرزمین ظهور می کند. یعنی دجال نیز از فرقه خوارج می باشد، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند حتی یخرج آخرهم مع الدجال. یکی از صفات خوارج که در احادیث ذکر شده است این است آنها قاریان قرآن هستند، یعنی آنها قرآن را به شکل زیبا و با تجوید قرائت می کنند ولی این زیبایی فقط در ظاهر محدود است و اصلا در باطن آنها تأثیری ندارد. والله اعلم. عبدالله ابن سبی یهودی که در ظاهر خود را مسلمان معرفی کرده بود و قبایل خوارج عراق را رفیق و همراه خودش ساخته بود، به این هدف به مدینه آمده بود تا امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی الله عنه از سیمت خلافتش برکنار شود. دلیلش این بود که او در همه مقامهای دولتی خویشاوندان و نزدیکان خودش را موظف کرده است. وقعت الدار در تاریخ اسلام واقعی است که در تاریخ اسلام روز نهایت غمگین و سخت بود که در آن روز امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه مدت زیادی در داخل خانهش محاصره قرار گرفت و بعد از آن از جانب خوارج در حال مظلومیت به شهادت رسید و در آن حال به تلاوت این آیه قرآن کریم مشغول بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. ترجمه طه ای پیامبر ما قرآن را برای تو نفرستاده ایم تا از غم ایمان نیاوردن کافران و نپذیرفتن شریعت یزدان خیش را خسته و رنجور کنی. قرآن با خون عثمان آمیخته شد. ایشان در حالی که قرآن در آغوشش بود به لقای خدای تعالی پیوست. این پروژه شوم از جانب یهود طرح‌ریزی شده بود و به دست خوارج عملی شد. همین خوارجی که به قاریان قرآن مشهور بودند تعدادشان خیلی زیاد بود و همراه حضرت علی رضی الله عنه بیعت کردند. اما زمانی که معاویه رضی الله عنه از ماجرا آگاه شد در بیعت با علی رضی الله عنه شرط گذاشت که هرچه زودتر قاتلین حضرت عثمان باید قصاص شوند. لیکن علی رضی الله عنه نظر به فکر و اجتهاد خودش خواست که باید از قاتلین ایشان اندک دیرتر قصاص گیرد. سپس همین اختلاف اجتهادی بود که موضوع میان علی و معاویه رضی الله عنهما تا سرحد جنگ رسید و جنگ‌های جمل و صفین به وقوع پیوست و هزاران صحابه در این دو جنگ به شهادت رسیدند
که عامل اصلی این درگیری ها خوارج بودند. در جنگ صفین مردم شام سوریه امروزی برای جلوگیری از شکست خودشان مصحف های قرآن کریم را بر سر نیزه هایشان بلند کردند و خواهان آتش بس میان هر دو طرف شدند و گفتند بیایید با قرآن فیصله کنیم. علی رضی الله عنه موضوع را فهمید که این کار آنها ترفندی برای جلوگیری از شکست در جنگ است، چون در ابتدای امر مردم شام توقف دادن جنگ را رد کرده بودند، ولی از آن جایی که قاریان خوارج همان نادان و بیخرد بودند به حضرت علی رضی الله عنه اخطار دادند که اگر جنگ را توقف ندهد مثل حضرت عثمان کشته خواهد شد. جنگ توقف داده شد و موافقه صورت گرفت تا داوران از هر دو جانب گماشته شود، از جانب حضرت معاویه عمرو بن العاص و از جانب حضرت علی ابو موسی اشعری رضی الله عنهم اجمعین به میانجیگری برگزیده شدند. تعداد از صحابه کرام در مقام دومة الجندل مجلس را با آن مردم برگزار کردند و از هر دو جانب پیمان محکمی گرفتند تا آنها حتما فیصله داوران را قبول کنند. زمانی که علی رضی الله عنه از صفین برگشت، 12,000 نفر که با قاریان قرآن مشهور بودند از ارتش ایشان جدا شدند و حضرت علی را به این علت کافر خواندند که بجز الله متعال کسان دیگری را برای فیصله اختلافات به داوری برگزیده است و این شعار را سر می دادند لا حکم الا لله، یعنی فیصله فقط حق الله متعال است و تنها می توان داوری او را قبول کرد. حضرت علی رضی الله عنه بار اول به هدف اصلاح و دعوت آنها کسانی را نزدشان فرستاد، ولی هرقوس بن زهیر و زرعه بن برج به نمایندگی از خوارج آمدند و به علی رضی الله عنه گفتند داوری و فیصله را فقط از الله متعال می توان قبول کرد، لذا از خداوند بترس و توبه کن و ما را به طرف دشمن گسل کن تا با آنها بجنگیم، در غیر این صورت به الله قسم که تا سرحد مرگ علیه تو می جنگیم که تو تا اصلاح شوی یا ما از بین برویم. و من الله التوفیق و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.